119 savol اومدیم قطار الکترودهای ضعیف رو پرسنوس کو. خب اول وارنت اهمیت میدیم کیسلوتا چه بودن؟ از 3 دو رو طرح میکنیم، مقدار اکسیژن رو اگه دیگه طرح میکنیم یک، این уже ضعیف است. خب اساسای حل شونده قوی است. ای4 دو رو گیریم قاعده پولینگ دو уже چیز است، این هم قوی است. خب گیدروکسید امونی استثنا گفتم حل شونده، لیکن استثنا برای این ضعیف است. خب کیسلوتاهای ارگانیکی اینها ضعیف میباشد. ای3 دو رو گیریم یک، این چیز است، این هم چیز ضعیف است. خب رفتیم کیسلوتاهای ارگانیکی، کیسلوتای سیرکو همچنین اینها ضعیف هستند، اساسای حل شونده اینها قوی هستند، نمک‌های در آب حل شونده هستند، اینا چیزایی هم قوی هستند. خب ده وارنت نگاه میکنیم گیدروکسید امونی این ضعیف است، استثنا گفتیم 4 - 2 چند دو، اینها چیزایی هستند قوی به حساب میروند. خب کالی کلور در آب حل شونده است، این قوی به حساب میرود، این ضعیف است. خب الان میگیم ما ضعیف پرسوس، ضعیف به وارنت میشود، جواب به وارنت میشود، دیگر وارنت ها خطا ثابت میشود.